این طرف میکنی و با طرف دیگر میغلطونیش. یا مثلا این بوکس هم باشه، این دست نشون میدی و دست دیگری خطی ایتا گفتی هم مردم بر میبندی. همین چی هست که همین حرب خودش فریب است. همه وقت جنگ کشید مقابل تا حرکت میکنی که همین فریب کنی و از پس شای اذیت جوش مثلا که بزنی تو که چور کنی غلبه کنی. یا همین کدام مثلا مشت کشتین هم که باشه این طرف میکنی و با طرف دیگر میغلطونیش. یا مثلا این بوکس هم باشه، این دست نشون میدی و دست دیگری خطی ایتا گفتی هم مردم بر میبندی. همین چی هست که جنگ خودش چیز فریب است. همه حرب خودش خدیعت هست که در انمی حالات پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته است که رخصت داده که در مقابل دشمن حرکت میکنی که غلبه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار 3 عمل را فرمود و در 3 عمل خودش زومین کرد و گفت من زومین هستم. یعنی 3 عمل هست، 3 کاری هست که یک تا پیامبر گفت اگر همه عمل شما بجا بیارین من زومینیم و کار. زومین به معنای امروزه مثلا چخیل میگن، یک چیزا میگن که فلان کارا گارانتی هم میتون گفتگی کفیل. حبیب خدا گفت انا زعیم ببیت فی ربز الجنه لمن ترک میراعا و این کان محقا. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من ضامن هستم، کفیل هستم به یک قصر در اطراف جنت برای کسی که لمن ترک میراعا و این کان محقا، ترک جنجال کند اگر چنده که به حق هم کی باشد. یعنی اصلا جنگ ها از جنجال سر می شود، همین گفتگو می شود، بگو می شود، از دو طرف خبربری و خبریاری می شود، شیطان های اینسی و شیطان های جینی کار کرده بین همین وقتی که دراز عمل کرد یک جنگ برپا می شود، همش از گفتگو و از همین جنجال سر می شود. پیامبر گفت هر کسی که از بین شما امتم گفت اگر ترک جنجال کند من ضامن میشم، کفیل میشم به یک قصر در اطراف جنت. یعنی در اطراف جنت یک قصر جنتی را من پیامبر گفت ضامن میشم، کفیل میشم برای همون نفری که ترک جنجال کند. یعنی جنجال کردن اصلا خصلت خوبی نیست، جنجال کردن، کشمکش کردن. پیامبر ببین، پیامبر نازنینه که میگه و این کان محقا، اگر چند در همون جنجال تو بر حق هم که باشی تو چیکار کن؟ ترک جنجاله. یک قصر در اطراف جنت کار میکنی. پیامبر گفت کفیل میشم به یک قصر در اطراف جنت وقتی که تو ترک جنجال کردی، اگر چند به حق هم که باشی. ببینی که قبول نمیکنه حقه، چیکار میکنه؟ خاموش ایستادن افضلتر و بهتر است. اگر خاموش نایستادی باز احوال چی است؟ بدتر میشه. و دیوم حبیب خدا صلی الله علیه و سلم فرمود و ببیت فی وسط الجنه لمن ترک الکذب و این کان مازحا. و دیوم پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من به یک قصر در بین جنت، در وسط جنت ضامن میشم، کفیل میشم برای کسی که ترک دروغگویی کنه، اگر چنده که به مزاح هم باشه. یعنی دروغ گفتن به مزاح هم دروغ نویسونده میشه. یک کس مثلا یک شوخی میکنه، مسخره بازی میکنه و در دوام همون یک کلمه دروغ میگه تا که مردم مثلا که بخندن، همون هم دروغ نویسونده میشه. حتی به اندازه که کودک تا گو وقت میشه بچه‌م ولسفیدت میخرم فلان سوره را از یاد کن، بچه‌م فلان چیز میخرمت گفته، اگر وعدش کردی باید وفا کنی، اگر وفا نکردی همین هم دروغ نویسنده میشه اگر چندی تفلک هم باشه. و دیگر بدی همین عمل، همین کار همین است که همون کودک الکی وعده خلافی را از پدری خودش میآموزه، از پدری خودش دروغ گفتن وعده خلافی را الکی میآموزه. او دیگر اگر بزرگ شوه و کلان شوه چی میشه؟ دیگر الکی تعلیم دهنده هم خیلی تعلیمش کرد. پیامبر گفت با یک قصر در بین جنت ضامن میشم
برای کسی ترک دروغگویی کنه. البته که دروغ گفتن خودش منع است. دروغگو را پیامبر صلی الله علیه و سلم مذمت کرده است. الکذاب لا امتی، دروغگو امتی من است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دروغ گفتن. البته که بعضی از بزرگا سه حالت در رخصت دادگیان، یعنی دروغی که مثلا در سه حالت رخصت دادن. یکی در حالت جنگ است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه الحرب خدیعتون یا خدعتون، همین حرب خودش فریب است. همه وقت جنگ کشید مقابل تا حرکت میکنی که همین فریب کنی و از پسش از یه جوش مثلا که بزنی تو که چور کنی غلبه کنی. یا همین کدام مثلا مشت کشتین هم که باشه این طرف میکنی و با طرف دیگر میغلطونیش. یا مثلا همین بوکس هم باشه این دست نشون میدی و دست دیگری خطی ایتا گفتی هم مردم بر میبندی. همین چی هست که جنگ خودش چی هست؟ فریب است. همه حرب خودش خدیعت هست که در انمی حالات پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفته است که رخصت داده که بر مقابل دشمن حرکت میکنی که غلبه کنی. دویم حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی دین مبین اسلام دروغ رخصت دادن در حالتی که بین دو آدم قاری آشتی بدرونی. دو نفر با یکدیگر قاری هم دشمن هم بد میبینن. مثلا شما پیش یک کس میآید میگه که ای فلانی اکا همون فلانی از گپای گفتگیش بسیار پشیمان شده که میگه که ما در حق همون حقیقتا ظلم کردیم، گپای ناجوز زدیم، از همه گفتگی گپام پشیمان شدگیم. هر چیزی گفته است دروغ گفته است از جانب دشمن این نفر. هر چیزی میگی دروغ میگی. با در پیش او میره همه گپا رو با او تکرار میکنه که همین فلانی از گفتگیش پشیمان آیا مقصد آدم خوب آیا میگه ما ناجو کردیم، شیطان وسوسه کرد، بد راه هم کرد. اونانی تا که در بین دو نفر آدم قهری و جنگی آشتی آوردن، صلح آوردن، اگر دروغ هم بگوی در حالت رخصت های. دیگه حالتی که دروغ گفتن رخصت های بین دو نفری که قهر هستن و بین هم آشتی برونی. البته در حالت قهر هر نفری که یکم دست دراز میکنه آشتی میکنه اول او جنت میره. حضرت امام محمد حنفیه دودر حضرت امام حسن امام حسین دودرشون بود، اما مادرشون از فاطمه زهرا دیگره. با اینشون یک برادر بدن. این مثلا گاه میشه که یک مثلا دماغ آدم دیگرگون میشه، این بیگناه حتی در معنی برادرها میشه. این هست، لیکن حقی شیطان بیکار نمیسته. و حضرت را امام را خیلی آدمو میان میگن که خیلی فلان 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 بعد راه میکنن. با حضرت امام محمد حنفیه را میرانی از جمله تابعین حضرت امام محمد حنفیه در همه واقعهای کربلا نبودن شخصیت. و هر چقدر حضرت علی پیش از دنیا گذاشتنش در همه حالت نزع جان امام را تاکید کرد که بچه مرا نگاه بکنین. محمد حنفیه را نگاه بسیار دوستش می‌داشت. او از فاطمه زهرا نبود، در حالت جنگ هم خردسال بود. بعدا پیش حضرت امام محمد حنفیه میان میگن که همین برادرات در حق تو گپای ناجا گفتن، ظلم کردن، دیگر میخوان بینشون یک ناسازی بیارن، یک جنگ جدال بیارن. حضرت امام محمد حنفیه میگه که ای برادرها، میگه خب این شخصیتایی که از نام او در ما گپ زدیسین پدرمون یکه حضرت علیه، اما مادر او از مادر ما بهتره. مادر او را فاطمه زهرا میگن، جیگرگوشه رسول الله میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که الفاطمه بضعة منی، فاطمه یک پاره منه. کسی که فاطمه را بد میگه همچنان که مرا بد دیده، فاطمه یک پاره من است. گفت محمد حنفیه که مادر اوها ای مادر ما بهتره، پدرمون یگن، اما خودشون از خودی ما بهتر هستن. و من یکم قدم زده نمیرم به خاطر دست دراز کردن که از بابامون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبرش شنیدگی هستم که هر نفری که قاری باشن، کسی که یکم قدم زده برای دست دراز کنه پیش این جنت میره. من نمیخوام که پیش امامو جنت برم، میخوام که اونها یکم سلام کنن او پیشتر به جنت برن، من از قفای او برم که مرتبه اولا از ما بالا است. انا که ببین اینو مرد بدن، مرد.
خب دیم اکه پیامبر صلی الله علیه دین مبین اسلام بیان کرد که در حالت جنگ رخصت دروفتن، دیم در حالت د قهری را اوشی درو وردن رخصت، سیم در حالتی که مثلا بزن اکه زنه این دیگرها بسیار دیگر که شرحش میتن این معنی را نداره که زنه که دیم دروغ بگوی، نه این هم دروغ است. فقط در حالتی که آدمی که مثلا که دو زن داره و که خداوند غیرتش زوده 3 تا داره، غیرتش زوده 4 تا داره، خداوند غیرتشون دودگی است، اینا هم مثل یک مجاهدی در راه خدا هستن. امروز الحمدلله از مسئله زن خودی همین دولت تاجیکستانی ما خیلی بوی است که قریب 10 سال پیش 15 سال پیش در حالت خطیبی استاتیستیک دیده بودیم که 40% مرده یعنی 60% زن. وقتی که با یکدیگر شکی بگیرن باقی مونده چیکار کنن؟ اون نفس داره، ارگانیسمی زنده هست، حیات میخواهن، فرزند دختر پسر حلالی میخواهن، خونه و در میخواهن، زندگی میخواهن. مثلا با فحش و نه حکومت او را رخصتش میتن، نه اسلام رخصتش میتن. بعدا مردی که غیرت داشته باشه بگیره. از اونه که مردم بیگونه میگیرش، مردم بدپرست میگیرش، یک مردمی که سنبقه و قربقه و کلتکل است که میگیره میخره، اوخی دختری توجیک که از او گرفتن ده یک مسلمان توجیک بگیرش خوب نیست. از اوی که سنگی میگیره میبرش مثلا که فحشاش میکنه، از او ده مسلمان ما بگیرش خوب نیست. بگیره صاحبی خونه و درش کنه، فرزندوش تعلیم و تربیت کنه، نگاه و بینش کنه. این چی است که یگان جوی چی است کمبودی نیست. بعضی ها زید هستن. باور کنین اگر در خونه های کمتری 2 تا خونه های درک داریم، 2 تا 3 تا دخترای کلانسول دارن یا که مثلا دخترای بیوه دارن، همو بیچاره دوغی هستن که یک کس بیا بگیرش، نیکوش کنه بگیرش، زندگی علاهیده بردن بگیره. خب انا که رخصت همین است که اگر چند تا باشه هر کدومش در پیش خودش تعریف کنه، اگر همین شریعت رخصت میده. مثال پیشیش میگه که ای اکه همین دارم ندارم، اکه همین دنیا ده همین تی تمام دیگه، اکه دیگه همین تی دیگه، اکه ای خداوند این نعمتی که تو هستی مرا داده هیچ کار نداده است. این چقدر ما بنده خوشبختم که خداوند تو را مرا دادگیه واسش میکنم. با همین گپا در دیگریشم برای بگاگر رخصت های اجازت های این مثلا برای صلح آوردن. دیگر حالتی هست که میگه دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. حضرت شیخ سعدی میگه یک مثال که یک نفر پادشاه امر کرد از بالای تخت که برای این قتلش کنین، چی جنایتی کرده بوده. خیلی که قتلش میکنن دیگه که راه نیست، بعد امو باری پایان دیگه حقارت سر کرد پادشاه را، دیگه خودش و زنش و فرزنده و اولادش همه گفته برده سانش. بعد وزیر میگه یکی از وزیر نیک محضر داشت، بعد پرسید که چی میگه او؟ بعد گفت پادشاه عالم گفت در حق شما دعای به خیر کرده است، خداوند عمرش دراز کنه، عدلش پایدار کنه. همین تا گپای خوب گفت پادشاه هم قفاری داشته. بعد گفت که بخشیدمش، گفت خلاصش کنین. کی وزیر دیگر در اونجا نشسته بود، وزیر ناخوب. بعد گفت که ما باید در پیش پادشاه راست بگیم. و راست اگر راست که بگم یک ششوره، گفت راست بگیم که پادشاه را حقارت کرد. بعد پادشاه میگه از این سخن میگه روی در هم کشید و گفت دروغی مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. ایو راسته که خبر یک کسم یاری که فلانی تر همین خیل دشنام حقارت داد، ایو در دروغ که فلانی در حق تدعای خیر کرد. این دروغ از او بهتره. انا همین 3 حالت در رخصته. دیگر هیچ حالت امکانیت نداره شریعت رخصت نمیتونه دروغ گفتن. حتی یک نفر از خفاش در یودیستانی شکل مسئله فقهی ده میذارم، یا پیستله در دسته یا کرچه قتلش میکنن. یک کس خفاش در مسلمانه دویده در یک جا پنهان شید، اگر طرف بپرسن که کجا شید بگوی همینجا، میرن میکشنش قتلش میکنن. اگر بگوی ندیدم نمیدونم دروغ میشه. بعد میگه چیکار کن؟ مسئله چی واکه؟ یک قدم بزنو سو. بعد بگو که از وقتی که من دارم میشم یکم کس نگذاشته. این دروغ نیست. یک قدم موسو میزنی میگو از وقتی که من در همیشه یکم کس نگذاشته. در حقیقت یک قدم موسو گرفت یکم کس نگذاشته. خب همین حالتی هست که من شریعت رخصت دادگی. دیم نفری را که رسول اکرم گفت در بین جنت با یک قصر ما کفیل میشم زمین میشم،
اون نفری که ترک دروغگویی کنه. سوم گفت و ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه. انا با یک قصر در بالاترین جنت، مرکزی جنت، گفت امروزه در سنتر جنت پیامبر گفت من کفیل میشم با یک قصر برای کسی که چیکار کنه؟ حسن خلق و اخلاقش نیکو کنه. این اخلاق نیکو هر کس نداره. اخلاق نیکو نعمت پروردگاره. بعضی آدم هست که علم نداره، هیچی نداره، لیکن همین اخلاق نیکوی داره که همین اخلاقش نگاه میکنه آدم، همین دلخواه آدم اون را دوستش میداره. همین صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی با همین ملکای دنیا سفر کردن، یعنی قسمت های مالایزیا، اندونزیا، همه جانی نرفتن با لشکر همی رو مسلمان کردن. اخلاق زیبای مسلمانو را دیدن، هم مردم مسلمان شدن. اخلاق زیبا، طریق احترام کردن و دوست داشتن و کلانتر از بری بالا و احترام کردن و بار یک کس گرفتن و مسافد کمپیر دوست داشتن احترام کردن، همه بهترین اخلاق حسنه هست که همین اخلاق حسنه پیامبر گفت در بین جنت، در مرکز جنت ضامن میشم کسی که اخلاقش نیکو کنه. عایشه صدیقه طاهره مادرمون، همسر دوست داشته رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم در باب اخلاق حسنه بیان کردن که ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجه الصائم والقائم. مؤمن با اخلاق حسنش قطعی درجه صائم قائم میوه. صائم دهر، صائم النهار و قائم اللیل. یک نفری که روز میخوره و شب به حضور خواب میکنه، یک نفری دیگر عمرش قطعی روز به روزه میگذارونه و شب به نماز. ما تو کشف کرامات و بزرگی و قرب پروردگار. بعد میگه یک کس در یک محفل کلان سوالش میده، یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ از کس نترسی؟ سوال بی همه آدمی به مرتبه را گوی یک سوال دارم، تو بهتر یا یک سگ؟ انا که بین دوستی خدا چی میگن؟ یکی از خواجه جندی بپرسید که تو به یا سگ از کس نترسید؟ مریدانش دویدن آشکاره که تا آنجا کنندش پاره پاره. با یک رحمان کرد آن جمله را پیر. پیر گفت که هم مریدان را که او خیستن که پاره پارهش میکنه. پیر منایتری گفت همه را من کرد. با یک رحمان کرد آن جمله را پیر. بدو گفتا نیم آگه ز تقدیر. بچه‌ام گفت من تقدیر من نمیدونم آینده را. بدو گفتا نیم آگه ز تقدیر. گر از اوباش ره ایمان برم من، توانم گفت از سگ بهترم من. وگر آگاه نباشم من، اگر ایمان نبخواهم برز اوباش، شموی بودم من در سگ کاش. انا که جواب ببین، بچه‌م گفت من از تقدیر آیندم خبر ندارم. بدو گفتا نیم آگه ز تقدیر. جوابا چون توانم داد در حال از تقدیر من آگاهی و خبر ندارم. جوابی را چی خیل بتم؟ همین خمه دونم که اگر از اوباش ره از شیطان لعین گفت من ایمان به سلامت ببرم، اگر میگم که از سگ بهترم. لیکن اگر ایمان نبرم از دنیا و به ایمان گذشتشم، گفت کاش که من یک پشم تنه سگ میشیدم. شموی بودم من در سگ کاش. انا که اخلاق حسنه را ببین، صبر، تحمل ببین، ایمان ببین، اسلام ببین. اگر یک تایپ آدمی امروزه را بگن که تو خوبی و سگ، چی بگم؟ چوینه که در سرت میده میده میکنن. هیچ چی گپی میگه تو میگوی. دوستی خدا را ببین که گفت تقدیر نمیدونم بچم. اگر ایمان برم میگم ای سگ در من بهترم. اگر ایمان نبرم کاش که یک موی در تنه سگ باشم. انا همین اخلاق حسنه را پیامبر صلی الله علیه و سلم در سوم درجه بیان کرد که و ببیت فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه. و یک قصر در مرکز جنت کفیل میشم برای کسی که اخلاق نیکو داشته باشه.
که ما و شما مسلمان ها باید که اخلاقی نیکو داشته باشیم. اخلاقی که حوزه علمی بخارای شریف که همه مردم کوهستان ما و شما الحمدلله نشأه نما از همه افتگی هستیم. همه داملاها و عالما و اولیاء و بزرگای ما همه از فیض برکت بخارای شریف تعلیم گرفتگی. چگونه پیش پدر و مادر احترام کردن، دستو پیش بر ایستادن، مثل یک غلام وری روبروش سری خم ایستادن، در پیش او بلند گپ نزدن، در پیش او در خوردن در لقمه سراسیمگی نکردن، همه تعلیمات همون بزرگای گذشته ما و شما آورده به ما و شما رسوندن. لیکن در مدت یک کم ترک ارالشی شد، دیگر بیگناه و خودی ارالشی شد، همه آداب و اخلاق های امروز کم شدگی هستند. الله عزوجلال همین هر سه چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم کفیل شده است وعده کرده است برای همه ما و شما نصیب روزی بگردونه. الله عزوجلال سرزمین تاجیکستان عزیز ما و شما را پرفیض و مبارکات و به آفت بگردونه و تینجی و امانی را خداوند حکم بکند و الله عزوجلال همه ما و شما را توفیق و هدایت نصیب روزی بگرداند و عید مبارک اضحی بر همه ما و شما خداوند مبارک بگرداند و خاندان برادرمان نشان قاریون خداوند پرفیض و برکات خداوند هم مرادش حاصل بگرداند و در خدمت اسلام و مسلمین دائم خداوند تن صحت سربلند نگهدار.